دچار ایست قلبی تنفسی شدن که از همون قسمت کنسرت سریعا توسط تیم پزشکی مراحل احیای قلبی تنفسی آغاز شد، به بیمارستان پاسدار انتقال داده شد و در اینجا توسط همکاران و کادر درمان مراحل احیای بیمار ادامه دار بود و همکاران قلب داخلی، مغز و اعصاب و فوق ICU حضور پیدا کردند. اقدامات جهت احیا صورت گرفت و خب تا الان شرایط بیمار به صورتی هستش که سطح هوشیاریش GCS 3 هستش و تحت درمان با دارو و اینکه بیمار به دستگاه متصل هست. تنها چیزی که وجود داره امیدواریم که ایشون سلامتشون به دست بیارن و با دعای مردم و معجزه الهی انشاءالله که ایشون بازگردن. در خصوص صحبت‌هایی شده بود جهت اعزام با توجه به شرایط بیمار، با توجه به سطح هوشیاری، با مراکز دیگه صحبت شد، کاری بیشتر از این امکان نیست براش انجام بشه. تمامی کارها به صورت کامل انجام شده و امکان شرایط خروج از بیمارستان بیمار جهت اعزام هم نداره و امیدواریم که فقط و فقط دعای مردم، هواداران و دوستداران این عزیز و معجزه الهی اتفاق بیفته و بتونیم مجددا ایشون رو فعالانه ببینیم.